بابا آخه عباس عباس همون سر لب بود. بله بابا. الله جان صاحب بترقی بابا صاحب بترقی بابا چه کار کنیم بابا؟ چه کار بیشم یک جامعه مرگ خاک مربوره نشانده که بمردم بابا من بابا الله جان به شهر ببرین شما به پیش دکتر. برقه برسونه میبریم ببره که من بمرم دیگه پس باشه برو رمضان جخ کنم خوبه. برو شاخ بکش باش برو رمضان جخ کنم. الله آخه صاحبت الله الله بیارم از بیا بابا من خیلی به عذاب و قدادات میکشم مگم به شهر پیش دکتر بود. بله ما جلوی کم نزدیکی. غريب ای بابا کی ده؟ نخ کشکو نفهمیدم که نخی بیشتر دست را شما اشترین کجی؟ داره مخیری کجا میدی؟ کجا میدی ابا؟ ما به دی بودم خدا این پیار خیلی بزاب خیلی مریض رو بیاردم و شهر پیش می دکتر. همین جگر خونه پریشانیم دیگه. خدا من شفای بده خوب میشم. با خود چیکار کنیم؟ بیانم مادر تو سرایه. بیانم من این شفاخانه خاطر خونو که کمپاری ماستون ترموز چای ماستون. خوبه بیا بریم به مادر خونم. یا الله کسی نیه؟ یا الله حالم گنج و حالم گنج و حالم گنج آقا بیا بریم علم گنج آقا بیا بریم علم یا الله سلام بفرمایید اشتن ما جو خیریت جنجانت یار هستی اول خوبه خیریت شکر الحمدلله جنجان اشتی بودم مادر تو پیار تو برار تو همه شکر خوب بودن سلام میگفتم چی عجب گوش شیطون بسیار کار باشه که عباس آقا رو ما میبینیم چرده برخو خیلی تشکر از ما یار شما مردم نامردی بیدید چرا خدا نکنه خصوصا شما رو تنها میگم خدا نکنه وقت گوشتالند شما نه از ما خبر نمیگیریم وقت میوه‌دانای خبر نمیگیریم وقت انگورای خبر نمیگیریم وقت خربزهای خبر نمیگیریم ما نون ما با خون تره چرا خدا نکنه این پیارک بیچاره مریض چند وقت به کل خود به عذابم جغ میکشن به کل دیگه ما خودی از این پریشان جگر خونیم بابا ایلا حال ما بیاردیم شفاخانه به شهر آوردیم ما شفاخانه آوردیم گفت اگر بستر کنه اینا بابا ایلا چی مشکل داره که بستر کنی بیچاره دست پای رو درد نکنه از یک دست خود بیال شدن دست اینو کار نمیکنه البته سطحی چیزی که نمه باز نه ایتا چیزی نیست یک دم ما نمیفهمدم پی دیگه جون درد چیزا که به جون نمیآید دیگه انه روزون برام گفتک برم سر گیلک اینا بفهمیدین این برام روزون گفتک 5 6 تا کمپالی اگه است یک ترموزک چای اگه است خاطر پیام زود توش نمیشن مردم او میدم میگه توش نه چای میدم میگه توش نه راست میگی خوب گپ خوب گپ بینیه خوبه وقت کجی ببخشید دیگه زحمت شدین آخه بابا جو برسه که مادر تو مثل که بجو خونه یا خوبه یا میگم خیاطی ها خور میخوره چرا خانواده مادر کجی بیا یا خوبه شکرا خوب سایکو بله کجی بچه هم میخواد چایم بیاره نمایم چای باشه بیاره اشتن مادر شما خوبم شکر ما هم تو گرفتاریم دیگه برد لقمه نانی ای بابا شما دیگه گوشتالند و چیزا میگه ما خود ما نه شوخی کردم وقت دیگه نشی
شوخی کردم. اون دواخانه دیار چی بردن دیگه فایده نکرد گفتم بیایم به شهر خدا مهربان. خوب کار کردم بیا از این حالا بستر کردم ها. ولی ها گفتم بستر کن. بیدا شاید 5 6 شبی بگردنه. شاید هم برگ خدا مهربانه که زودتر تیار شن دیگه. خدای پاک برای عقابه به خود تمام مریضا شفای بده. دیگه چی که پای گیلک جان. قراریه دیگه سلامتیه. چه خودی وزتا شهر. خوبه. باشه عباس شما برو. باشه اگه چای هم نیارن گپی نمی‌کنم. باشه چای میارم چای میگم بیاره که من برم کمپالر تیار کنم. ببخشید دیگه. خواهش میکنم لالا. حالا میتونه خروج چی سلام. سلام. حسین دخترم اجرا خواهیم بخیر سلامتی. شکر زنده باشی. سلامت باشی. چای نمی آوردین؟ غمی نداره پیاله چای میخوره هوا خوب میرم نداره. تو دیر شوم میشه با. خب نگفتی که چیکار شده؟ یا دخترم جمیت جگه خونی چی بگیم دیگه. همین پیار بیچاره گاک خداوند شفای بده مریضه. به شفاخانه دیگه هر چی بردیم دواخانه تاثیر نکرد گفتم خوب نمیشه. بیاردم بالاخره همین شهر آوردم حالا گفتم بستره. بیان اینجا رمضان مرده گفته یک ترمز چای خود یک 5 6 تا کمپایل گسته. آزمایش چیزی نگرفتم نگفتم دکترا که چی گفت. خیلی دو یک فقط دوا گرفتم تیار نشدم. بگین چای خوب بخورین که یخ کده ما برو میخورم. بسته کنم. آن گیلا کامل چند تا کمپل باشه؟ چند نفرین شما؟ ما 3 نفر رمضان پیار من. شما 3 نفری. خوبه 4 5 تا بسته. تو چای خوب بخور من کمپل خودی بسته. ببخشید دیگه. بله. کار داشتین چی؟ نه گفتم ببخشید. اینا ریشته ببره تلف بیچاره این ریشته ببره اینا سچر خمال اینا رو 100 ریپی نمیبره به این نگاه چیکار کردی؟ مدیشتین کمپل؟ ها گو این چی کاری آخه؟ چیکاره؟ با هم لاری پارسال با شروع شد. پارسال بزی چی کار داری؟ پارسال بزی چی کاری؟ 6 تا کمپل اینجا ما خود ما چی بالا کنیم؟ 5 تا کمپل هم لافچر هم بگذاشتم لافچر هم بگذاشتم در اینجا هم بارش بگذاریم. نه که بازی کرسی هم بگذاریم همونجی. بعد چه در پا میزنیم ولی کنم پا کنیم این چی کجا میکنیم اینا؟ خیر ماما نه دیگه باید خیر باشه دیگه. جیر میکشی میگم بچه جان بگذار که بعد اصلا آه خیلیه به من چی که بشنوه به من چی؟ اینا خیلیه به قرآن همه هر چی مگره مثلا بالش کم بگذاشته به قرآن این بالش هست که یا عباس 2 تا بالش که داشته کمپل بالش مگه اونجا هتل مدل خیلی کلبه تو غرض نگیره با ویلا چرا این تو کارا میکنیم ما چی بالغ کنیم شو قبرستونه اما قبرستون به خدا بیتر از این خونه کرده مسلمان. من اینا رای میکنم به کیف تخم میکنم اینا دیگه خدا میدونه که ببین نه خود ببرم خودی خود دیگه به کجا میبرم به دی میبرم میامی کار نکنیم بگذاریم اینا به رو دوزی آمدم اینا باشه دیگه خب اگه من خوی خواستم بریزی دیشتم از دی خودی خود میآوردم این کارا چیه که شما چیش رقم بعد بسته میکنه یعنی چه بالش کشمار بیاب نکنه پیش می عباس میشنوه برای چی که بشنوه اگه قیمه تو بیدی کن ایتا شاید نونم بزینا گوشتلن ببار کردی اصلا که قیمه من یعنی من نمیخوام 2 تا کمپل چاره نمیشه بشه نمیشه اصلا نه کو غرض نگیر بگذار که بیا ببرم اینا ببره به قلم اینا نیاره آخه نیاره چی حاله تو مغزر که بکت تدو میکنه که اینا چیکار کنه این بالا کلام که بیازو نمیتونه این بس چرخه خودیو کمک میکنم بس چرخه میبرم بگذار خدایا اشتمال خونی خمیدم با مردم دیگه نمیارم اینا چی حاله آخه اونجا هتل نی اونجا رستوران نی اونجا شفاخونه اینا هم تای هم لمش میکنن زد استفاخه میکنن نمیکنم اینا هم شوشته آخه غرض نگیر بگذار که بیایه برو دیگه شما همیت کارا خوب برو دیگه برو عباس وقتی بچه همه جوانه برو تو چیزا تیار کردم تیار کردم خیلی بینن برو 6 تا کمپل ترمز چای هم هسته آنه عباس بچه همه جو بیا خب خیلی هست اینا خب اینا نمیتونی ببری به شما اشته ببرم بالش تنبک دشتون لافچی هم هسته 5 تا کمپله خیلی بینن تشکر سعی تو بچه همه جو بله همین خونه خود شما نه تو یک کار بکو
اینا رو برده نمیتونی برو یک سه چرخی چی اینا رو میبریم ما این ببریم دم سرا نمیتونم سنگینه. نه نمیشه اینا با کیف میشه دیونه یک سه چرخه بگیرم. شش هفته مقداشتین خوب بود. من هست 6 هفته کم خاله شش هفته میگم بگیرم. بالش تنبک داشتم. بیاین. بیار تشته شو. والا پیام یک تیاری ندارن دیگه. چری برو. خب دیگه دکترها میان بالا سر تیار نمیشن سیروم وصل میکنن شاید تا 10-12 دیگه خلاص نشه. خدا شفای بده. میگم. کجا بله. برو و مادر خوب بگو بفهمیدی؟ آه. همین مردم شفاخونه که هستن همین دکترها یک نوع نمیدن آدم تیار مریض میکنن. خوب. برو ما هرچی پخته کرده بودین به ما کمی بدیم شفاخانه میبرم. خوب بچه. آفرین. خوب. برو. خب ببخشید دیگه دست رو عذاب میشین. همین نداره. او تو دیگه چیزی نه دیگه هر چیز خدا واسه هر چی شما میخواین با 3 نفر بندازه میبرم. بلا این بیچاره ما دستمو به عذابم. یک دم رد لاف میام یک دم رد نون میاییم. مادر. کجا بودی تو؟ مطالعه میگم مردم قدیم. خب میگه غم نداری بوس بخر. چرا با کی حالا بوس غم کتی خریده؟ ما شده. عباس خان باید بیامده قراری کرده میگه من بیامدم برات نون. خب اگه آدما تیار نون شفاخونه رو بخورم ناجور میشم حالت مرگ میشم. من بیامدم برات نون که با ما نون بدیم ما امشب شفاخونه نون بمانیم. گو مازایید ناله تیار کردی دیگه خلاص دیره با که ایغ زر اختخوی تا ایغ زر کشفش گرفتم ببردم ناله با نوبت دیگ رسیدک من که دیرو بگفتم ناله با کبر نوبت دیگ ترموز میرسید همار ببردم نلینچه با امرو بیامدم نون هم بدیم. سبا میام میگن رختا فرشاد تخونی خورم جمع کنم. آخه بابا جان با همون جوگا که شفاخونه خدا من چه کار کنم مستک یک دیگه زنگ زنم بیز خب دیگه تیاره دیگه حال میگه دیگه هم باید کنیم با ما دیگه خدا مبارک کنه خدا مبارک کنه به پیار تو همین پیار تو که هرچی میگم که مردم به سخوا مخته نکن ای قوم من ای قومتون ای قوم ایتر ای قومتون یک دیگه زبر کنه بله الا کال وقت خوش آمد نیم میگم یک چیز میزی یک مرگ خاک بخر بیار که من گوشت پست چیزی بخر بیار که من شروع یک یخنی چیزی دی کنم به شفاخونه خب ها دیگه با برات دیگه آمده دیگه آنه میتره دیگه میتونه دیرو که بستر رو بسته کردی ببردی آنه باز برات دیگه آمده است و برات یک چیز میایه نمیشه که بریم همونجا وضو خیمی هم بزنیم هم وسایل رو ببریم همونجا از دست پای نبندازیم دیگه نه گوشت متال مدار خیره کنی تو به خدا گوشت گوسپند اجمیده بگیم بیار. گوسپند چی اجمیده. گوسپند اجمیده اما چه همین کجیر چی میگه من نمیفهمم خبر ندارم سایکو چی میگم خب خاطری به مریض هرچی میستونی بستون بیار انال دیگه اوتاله که وا کردی مجبور جواب بدم بدی وقتی اگه ما به شما گپ میزنم قوم ما و قوم شما با وسط میه انال خود شما میفهمین کار همین نداره ثواب داره. ثواب داره بیخی ثواب داره. برو خور دردم برو بسته خونه خبرم زد دست پای نکنه که ثواب داره همین نداره. کجیره داره مریضیه. انال تیار کردی خوبه چی گپ نازی همی هرچی میگه گپ نازی شما که من می کارا خودت پر کردین من می کارا خود دنیا تیر کردین دیگه مادر من میرم. خوبه این پیاردن که عبرت کرده به خدا خب حال کجای عباس خودی اونی به او خونه. اینجا شیشته بوده خب. صدا منم که بشنویده نکنی ده خونه بسیه. ای با خاک که بشنوه همین بشنوه که بیخی مردا تا قبرستون که بشنوه برو پیش عباس برو دیگه برو خدا من چه کار کنم با دیگ بار کنم همین که خود خصوص بگیری هم میتره چه کار کنم اینا مخته اینا پارسال مخته شده بودن پارسال من همو مادر اینا مریض بود اینجا 10-15 شب شفاخونه بودم خوبه دیگه پارسال گفته به خاک دیگه من هتل مادر خیرک هست دیگه هتل گیلک خان هست میریم خونه از او هرچی میاریم وای تو سیکو یا غم داری به خاطر ما پیار بچه ها اینا جنجال میکنم بزو خونه ما اگه مریض نمیشتیم می آمدیم سر شما میگم کجی جو بله. اگه بعذاب میشین ما از این شهر به خود
پکوری چیزی میستونم هستم اونجا چیز میزه برای دیگه چای پاشیه به چم خونه خود چمانه خاطر همونجا هست باشه چیز میزه ساعت شو همین دیگه باشیم همی خونه شمانه همی زنده شمانه از ما و شما ایگه پا نیه خیلی تشکر زنده باشی یه بابا